میدونی ذکر گربه ها چیه؟ و جالبه بدونی که این ذکر خیلی به زبان انسان نزدیکه. اگه با گوش دل و ایمان گوش بدی، میتونی توی اون صدای مرمر و خرخرش بشنوی که میگه یا رحیم یا رحیم. برای همینه که هر جا گربه‌ای باشه، رحمت و برکت خدا همونجاست. وجود گربه توی خونه فقط یه دلگرمی نیست، بلکه هم برای بیماری‌های روحی شفا داره، هم جسمی. گربه‌ها به جایی که هستن انرژی مثبت میدن، استرس رو از آدم میگیرن، دل رو آروم میکنن و باعث برکت میشن. چون خداوند روزیه گربه رو با روزی صاحبش یکی میفرسته. یعنی اگه خرجی براش میکنی بدون از روزی خودت کم نمیشه، بلکه خدا اون خرج رو توی برکت رزق تو گذاشته. پیامبر اسلام حضرت محمد گربه ها رو خیلی دوست داشت. حتی به یکی از یاران نزدیکش که همیشه توی لباسش بچه گربه نگه می‌داشت، لقب ابو هریره داد، یعنی پدر گربه ها. تو خونه پیامبر یه گربه بود به اسم موازا. یه بار پیامبر از ظرفی که اون گربه ازش آب خورده بود وضو گرفت. وقتی اصحاب پرسیدن این ظرف پاکه یا نه، پیامبر فرمود گربه پاکه. اینو پیامبر ما 1400 سال پیش گفت. و حالا علم ثابت کرده که توی بزاق گربه آنزیم‌های ضد باکتری وجود داره. اینا فقط از عشق پیامبر به حیوانات نمیاد، بلکه یه نشونه دیگه است از پیامبر واقعی بودنش.